سلام، امیدوارم که خوب باشی. من مرجان اهرابی فردم، مدیر اجرایی رویداد هفته دیزاین تهران در سال 1. اینجا نمایشگاه بین‌المللی سالن 5 هفته دیزاین تهران. رویایی که فکر کنم چند سال ماها یک تیم هستیم که برای محقق شدنش کلی داریم انرژی میذاریم و تلاش میکنیم. هفته دیزاین تهران از سال 98 با در واقع برگزاری شرکت فیبکو و با حمایت اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران اتفاق افتاد. این رویداد طی 3 دوره برگزاری با استقبال خوبی از جانب صنعتگران مواجه شد و دیزاینرها. هدف رویداد طراحی مبلمان تهران ایجاد دیالوگ بین صنعتگر و دیزاینر بود. سال 1400 شد که تصمیم گرفتیم رویداد هفته دیزاین تهران رو برگزار کنیم و در سال گذشته و سال 0 همونجور که هممون دیدیم، حالا حتی شماها هم دیدین، این رویداد با استقبال بی‌نظیری مواجه شد. طبیعتاً اسمش رو به همین دلیل سال 0 گذاشتیم، چون کم و کاستی هایی داشت و بی تجربگی هایی که ما هنوز نمیدونستیم این رویداد چه اتفاقی براش میفته. خدا رو شکر با استقبال بسیار زیاد مردم ایران مواجه شد و ما تصمیم گرفتیم در سال 1 تهران میزبان و سفره‌دار باشه به عنوان پایتخت برای همه شهرهای ایران. دعوت از همه دیزاینرها، طراحها و علاقه‌مندان حوزه دیزاین از سراسر کشور کردیم. قرارمون این بود که از 20 تا 23 در نمایشگاه بین‌المللی سالن 5 و از 20 تا 26 در شهر تهران این رویداد را برگزار کنیم. در نمایشگاه بین‌المللی بحث جدی مسابقه دیزاین برتر هستش که شرکت‌ها و دیزاینرهای مستقل در 3 رسته کانسپت و آبجکت هایی که مربوط به شرکت‌ها و کورپوریشن ها هست به رقابت می‌پردازند و امیدواریم که سمت و سوی دیزاین اوریجینال اینجا تا پایان روز 23 معین بشه و این دیزاینرها رو ما به در واقع کشور معرفی کنیم.